إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی شبهه های یهود بالای رسالت پیغمبر علیه السلام ذکر کرده بود. یک شبهه از ای بود که اگر وحی را میکائیل علیه السلام می آورد جبرئیل امین نمی آورد ما می پذیرفتیم و مردم وانمود میکرد که ما خو حق پرست مردم هستیم خو لیکن حق از طریقش ناآمده از او خاطر ما قبول نداریم. ایرا فریبکاری عوام میگه که مردم عوام فریب دادن، یعنی اگری حق به زبان میکائیل علیه السلام بیان میشد ما تسلیم میشدیم، اما به زبان جبرئیل امین که او قومها را هلاک کرده و فرشته عذاب است از او خاطر ما قبول نداریم. دوم شبهشان است که میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش قرآن کریم از خود ساخته، چرا که ای سلیمان علیه السلام میفرمه که پیغمبر است حالان که او ساحر بود نعوذ بالله. اگر سحر بد باشه غلط باشه خیر، سلیمان علیه السلام سحر کرده پس او پیغمبر شده نمیتونه. اگر نیکی پیغمبر سحر کرده چون او سحر کرده سحر بد چیز نیسته. یکی از دو امر سری پیغمبر لازم میشه، یا سحر بد بگویه یا سلیمان علیه السلام بد بگویه نعوذ بالله. از امو خاطری اعتراض یا شبهه از یا بود. الله تبارک و تعالی شبهه اول دفع کرد که جبرئیل امین ملکی است مقرب، زیر فرمان الله تبارک و تعالی هیچ کاری را بدون اذن و فرمان الله انجام نمیده. پس چطور شده میتونه که شما یک ملک قبول داری دیگر نداری در حالی که هر دویش حامل فرمان الله تبارک و تعالی است؟ این شبهه را هم دور میکنه الله تبارک و تعالی از سلیمان علیه السلام که سلیمان علیه السلام میگه شما سحر کرده، سحر کفر است و پیغمبران علیهم السلام از هر نوع گناه پاک خصوصا از کفر این خو به طریق اولا است. چرا یا این نسبت را به سلیمان علیه السلام میکردن که سلیمان علیه السلام ساحر است؟ علت ای بوده که سلیمان علیه السلام در زمانش مسئله سحر در اوج خود رسیده بود، مردم مکمل تابعداری سحر میکرد. سلیمان علیه السلام تمام کتابای سحر جمع کرد و کلش در جای دفن کرد که خودش در اونجا تختش بوده، به خاطر از اینکه همین کتابا را کسی نکشه و بعد از باز قابل استفاده قرار نگیره، مردم در گمراهی واقع نشوه. زمانی که سلیمان علیه السلام از دنیا رفت امی جنیات که تابع سلیمان علیه السلام بود با مردم نشان دادن که سلیمان علیه السلام کدام پادشاهی که میکرده به طریق سحر میکرد. اگر اینمی سحر شما از خود کنی شما هم همینطور پادشاهی نصیبتان میشه. بعد از این معامله سحر و ساحری خیلی زیاد دوام پیدا کرد، رواج پیدا کرد و همین نسبتای سحر به سلیمان علیه السلام خیلی زیاد میشد و میگفتن از این استناد میکردن که سلیمان علیه السلام سحر کرده و سحر خوب چیز است، تا که پیغمبر علیه السلام آمد و این شبهه را رد کرد و الله تبارک و تعالی ثابت ساخت که سلیمان علیه السلام پیغمبر است، پیغمبر از گناه ها پاک است و سحر حتما انسان در کفر میرسانه، بلکه بعضی مواردش عین کفر، بعضی مواردش شرک است، بعضی مواردش حرام است. در سحری طور چیزی نیست که او نادرست باشه، قطعا نیست. شبهه دیگه هم داشتن، میگفتن سحر چرا پیغمبر بد میگه، در حالی که ملائک او را
تعلیم داده، ملائک قط خود آورده و مردم تعلیم داده. چیزی را که ملک انجام داده و مردم تعلیم داده باشه او قابل رد نیست. الله تبارک و تعالی این شبهه را هم رد میکنه و میگوید که ملائک سحر تعلیم نداده. توجیهات اونجا میشه انشالله. امو توجیه که خیلی مهم است. اگر ملائک هم آمده بیان سحر کرده به این خاطر کرده که فرق ده بین معجزه و ده بین سحر برای مردم بیان بکنه، به خاطر که مردم زیر تاثیر سحر نروه و فرق معجزه و سحر بتانه. یعنی یا پیغمبر و غیر ساحر شناخته بتانه که اینی پیغمبر است و اینی ساحر است. پیغمبر تابعداری شوه و ساحر گپش قبول نشوه. الله تبارک و تعالی در اینجا امی موضوع را بیان میکنه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یا تابعداری کردن، یعنی در درس و تدریس تابعداری کردن، یا در عمل، یا در یکی برتری دادن در جای از اینکه کتاب الله تبارک و تعالی را عمل کرده باشن، پذیرفته باشن، او را گذاشتن نعوذ بالله. و تابعداری آن چیزی را که شیاطین تلاوت میکرد و میخواند شهرت داده بود اونمو را یا تابعداری کردن. منظور ایسته که الله مذمت یهود بیان میکنه که کتاب خود خوا پشت سر انداختن، اعتنا و اهتمام برشان نکردن، در حالی که او کتاب ضامن سعادت و نیکبختی امی مردم بود. در صورتی که تدریس و تعلیم از او را میکردن و عمل میکردن این مردم در کامیابی نائل میشد، لیکن این مردم او را عمل نکردن بلکه تابعداری سحر و گپا را کردن. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه یک مفسر است، از جمله تابعین میفرماید که وا یهود گرفته بودن کتاب خدا در پوش طلایی و نقره‌ای انداخته بودن، یعنی تعظیم ظاهریش میکردن اما حقیقت کتاب نمیدانستن، عمل سرش نمیکرد، تعلیم و تدریس وجود نداشت که جنبه عملی میداشت. الله مذمت از واره بیان کرده. اگر در امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی پیدا میشه و همچنان قرآن کریم اینمی قسم پوش میده، یعنی تعظیم ظاهریش میشه، اینمی قسم حقیقت قرآن فهمیده نمیشه، عمل سرش نمیشه، عینا نمی حالت سری مسلمان هم است. الله رحم بکنه. یقینا قدم به قدم امت پیغمبر علیه السلام پیروی یهود و نصارا را کرده در این مسائل. آل کتاب الله تبارک و تعالی با دیزاین خیلی خوبش چاپ میشه، مردم خیلی تعظیم هم میکنه در ظاهر، اما حقیقت قرآن کریم گم است. عمل به قرآن کریم در 100% چند فیصد هم در بین جامعه مسلمان دیده نمیشه. این نمیسته که الله تبارک و تعالی حالات دیگرگون بالای مسلمان ها آورده. چرا که کتاب سبب سعادت و نیکبختی ماست، ما گرفتیم این را سرش عمل نکردیم، از او خاطر الله تبارک و تعالی حالت ما را تغییر آورده، عزتمندی مسلمان ها از بین رفته. این جمع الله تبارک و تعالی یکی از جمله خباثت های یهود طوری بیان میکنه که در جای قرآن تابعداری آن چیزی که شیاطین میخواندند و شهرت داده بودند تابعداری از واره کردن. یقینا اگر این معامله را ما در مسلمان ها ببینیم، مردمای مسلمان ما آنقدر پشت کتابای دیگه فنون دیگه را گرفته که قرآنش دیادشان نمیاد. با انگلیسی و با کورسای انگلیسی آنقدر امتیاز قائل شدن که شب و روز اولاد خود 3 تایم در کورس رایی میکنه، اما برای قرآن کریم هیچ نوع اهتمامی وجود نداره. او را خوب بگذار، بلکه در طبقه خیلی خاصی ما، خصوصا که طبقه علما و مردمای دینداری ماست، کتاب الله تبارک و تعالی تفسیر و ترجمهش هیچ وجود نداره، اما کتاب فقه و دیگه کتابا آنقدر مورد احترام و تعظیم است، اهتمامش میشه که هیچ پرسان نکو. اینمی هم یکی از جمله هجران قرآن کریم است. ابن قیم رحمت الله علیه در صورتهای هجران کتاب الله همی صورت نوشته میکنه که مردم توجه و رو میارن بالای کتابای دیگه که علما ساخته و تشریح کرده، به او زیاد اهتمام قائل میشه از کتاب الله تبارک و تعالی و از حدیث پیغمبر کرده. یقینا که امروز همون حالت آمده، مردم با کتاب الله و تفسیر هیچ آشنایی نداره، اما با کتابای مذهبی خود آنقدر فریفته هستند که میگن تو میگی وحی آسمانی نمیسته و بالکل درست نمیسته، بلکه میگن اگر چیزی را از قرآن تو بیان میکنی نادرست و حرام است. میگه تو نمیفهمی، چرا قرآن کاری مجتهد است، دیگر هیچ اجازه نمیده. امی ترجمه های ما و شما را یا حرام و ناروا میدانه. ما در یک مسجد ترجمه میکردیم، یک مولوی که خود این گپ میزد که عجیب گپ است، ما در شاگردای خود یک شرح جامی را
3 سال درس دادیم، در باب مستثنا رسیدیم، یعنی در بحث مستثنا رسیدیم. بحث مستثنا در بحث معرب است، در منصوبات است، تالی را در بخش مبنی نرسیده بود و میگفت که قرآن برای مردم عوام چطور ترجمه شود. امیال فعل نام است، مردم برش تعجب است. ما خب برش گفتم که تبا کدی شاگردار 3 سال تا استثنا را. علی علم نحو کدام گپای خیلی پیچیده و چی نداره. اگر ما آسان تدریس کنیم، تعلیم بدیم، فقط جنبه عملی را برش بدیم، روزمره درس بدیم، یک قاعده را بعد از او تطبیق عملی در کتاب بکنیم، کدام سختی وجود نداره. ما در 1 سال انشالله نحو درس میدم، از او که در نحوی بزرگ دیگه چی نمیشه، ولی به شرطی که مسلسل پابند امو کتاب باشه. گرفته عمر مردم تبا میشه، 3 سال و 4 سال در فنون تیر میکنه. اقبال و توجه مردم به فنون آنقدر است که هیچ پرسان نکو، اما به قرآن کریم نیست. ما در مدارس و مراکز اسلامی اینمی حالت خودم مشاهده کردیم. هر شاگرد و طالب که سوال میکنی چند سال درست شده، 10 سال خیلی شاگرد و طالب کم نیست. همون حسابی که وفاق المدارس پاکستان تهیه کرده 8 سال است، یعنی در 8 سال 7 سال از زیر در فنون تیر میکنه، 1 سال در حدیث تیر میکنه. در خود قرآن کریم هیچ تفسیر وجود نداره غیر از بیضاوی، او را 1 ربع از جزء اول 1 ربع میخوانن. تفسیر بیضاوی جامع منطق و معانی و صرف و نحو و تجوید و چیستا شعر و کل اینمی فنون جمع کرده، در آیاتا امور تحقیق کرده روی می باشه. کسی که بحث علمی میکنه راستیام در او باید داخل شوه. اما قرآن کتاب وعظ است، قرآن کتاب انذار است، قرآن کتاب تبشیر است، بشارت میده. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب موعظه است، قرآن کتاب شفا صحت عقیده و عمل است. هیچ طالبای مدرسه فارغ میشه، شما باور به الله بکنه اگر توحید بفهمه. جلالین نمیخونه که کلمات ترجمه کرده یا یک جای اعرابش بیان کرده و در کدام جایی که باز تفصیل کرده، آیت تشریح کرده، روایت اسرائیلی را آورده او را تشریح کرده. با جای از که مردم مفهوم واقعی را درک بکنه، در جای از او امور روایت اسرائیلی قصه واهی در ذهنش میشینه. مثل همین قصص الانبیاء سابقه را که شما میخوانید، در این مورد بسیار گپاست. در مورد هاروت و ماروت همونطور واقعه بیان شده. هاروت و ماروت میگن یه فرشته هاست. زمانی که الله تبارک و تعالی از انسان یادآوری کرد که انسان بندگان خیلی محترم است، به خاطر که در وجود از یا شهوت هم مرکب شده و با وجود اینمی تقاضاها بازم عبادت و طاعت الله را میکنه. یک دفعه ملائک گفت که ما هم میتونیم این مقام منزلت خو ما هم کمایی کده میتونیم. الله برشان گفت که سعی که اگه شهوت در شما در وجود شما داخل شود، باز شما این مقام کمایی کرده نمیتونی. و لاف زدن و در بین خود امو خیلی عابدترین و متقیترین ملکه که هاروت و ماروت بود انتخاب کردن. الله مورد در دنیا پایین آورد و شهوت در وجودشان مرکب ساخت. نعوذ بالله بعد از اینکه یا شهوت در وجودشان آمد، فریفته و عاشق یک زن به نام زهره شد. پس از زهره مطالبه زنا کرد. زهره از یا تقاضا کرد که من در وقت امرای شما موافقه میکنم که چند سخن شما چند شرط مرا بپذیره. اسم اعظم برای ما یاد بده و نعوذ بالله به بتی که دارم به سجده کنه، شراب بخوره و اونو فلان کس که شوهر مسئول قتل کنه. بعد از وقت شما موافقه میکنم. و امیم هاروت و ماروت نعوذ بالله قتل کردن شوهرش، به بت سجده کردن، اسم اعظم به زهره نشان دادن، شراب خوردن. بعد از او مرتکب زنا با زهره شد. بعد از زهره اسم اعظم خوانده، آسمان و زهره سیاره جور شده و هاروت و ماروت در چای بابل سر به تاراق آویزان است. عوام ما تا آلی را همی موضوع را بیان میکنه که چیستا موضوع را بیان میکنه که نماز خفتن ناوقت بخوانه که عذاب هاروت و ماروت کم شود. این کلش روایات اسرائیلی و واهیات است، هیچ حقیقت نداره، نادرست است. قرآن کریم اینمی مسائل مکمل بیان میکنه. بلکه علما میفرمه که کسی در مورد هاروت و ماروت این عقیده را داشته باشه که یا ملکی هستند که مرتکب زنا شده، کافر است. چرا؟ نص قرآن کریم بیان از این را میکنه که چیستا ملائک لا یعصون الله ما امرهم، و نافرمانی نمیکنه از آن چیزی که الله تبارک و تعالی برشان فرمان میده. از همون خاطر شما بعد از ترجمه قرآن کریم میدانی که یک ترجمه اگه دیگه هیچ فایده نداشته باشه، امی فایده براتان حاصل میشه که امو روایت مکذوبه و دروغ،
امو روایات اسرائیلی از اذهان مردم دور میشه، حقیقت قرآن برشان واضح میشه که قرآن چطور داستان بیان میکنه. در جای ازی که در قصص الانبیا و در بسیار کتابا این داستانا را گرفته. قرآن کریم امینجا بر ما این موضوع را روشن میسازه. اول براتون بگویم مسئله سحر چطور است. سحر در حقیقت سبب ظاهری است، لیکن دقیق و باریک است، تو نمیبینی. مثل که اگر ما گوگرد بزنیم شعله پیدا میکنه، چاقو بریدن میکنه، بریدن و آتش پیدا شدن از گوگرد این اثرات است، اثری اسباب است، اسبابش موجود است، ما تو به چشم خود میبینیم. از شمال ببینیم که شاخچه درخت شور میده، شور خوردن امی شاخچه درخت یک اثر است، سبب ظاهریش امو شمال است. اما اگر شاخچه درخت شور بخوره شمال وجود نداشته باشه، برای تو معلوم میشه که اینجا اثر موجود است و سبب ظاهری موجود نیست. سحر عبارت از یک مهارت و چالاکی دست است، سبب ظاهری وجود داره لیکن تو نمیبینی، چشم بندی میکنه، چشم تو را بسته میکنه، در حقیقت دو گپ نیست، لیکن در نظر تو در ذهن تو همونطور میآید. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه امی اقسام سحر 8 قسم سحر کرده و هر 8 قسم خوب تشریح کرده که وجود داشته. مثلا سحری که در زمان موسی علیه السلام مساحره میکرد چشم بندی بود، به نظر مردم امو تنه های درختها، گندای درخت و چوبه و دیستکا به مثل مارا وری در ذهنشان می آمد که ملاق میخوره، اژدها راست، حالان که چیز نبوده. یا است که اینطور اسباب میزنن، مثل که آلی بعضی مردم ها خدا معرفی میکنه که ما از جمع آغاستیم، از جمع آغاستیم، آتش ما را نمیسوزانه، میره در کوریا انگر دست همیطور میزنه، آینه میگیره جغ میکنه، چزس میکنه، زبان خود از زبان خود میزنه او هیچ نمیسوزه. اینطور حالان که اونجا مواد دیگری را به زبان زده که او ضد آتش است، او را نمیسوزانه اما تو را فریب میده. پیغمبر نامده بود که مردم خدا معرفی کنه که ما را آتش نمیسوزانه، بلکه دختری خدا میگه که فاطمه بخیز، چیستا عمل و عقیده تو را نجات داده میتونه، کسی دیگر نجات داده نمیتونه. عجیب گپ است، مردم فریب داده را ایستن، این گپا غلط است. سحر اسباب داره لیکن از نظر موت غایب است. از امو خاطر سحر اونمو چیزی را میگه که سبب ظاهریش پنهان باشه، اثراتش بری تو نمایان میشه اما سبب ظاهریش نمایان نمیشه، او را به نام سحر یاد میکنه. ای سحر است. حالی هم امی سحر خیلی زیاد وجود داره، مردم ها را خیلی فریب میده، مردم فریب میخوره. اکثری سحر توسط جنیات پیش میره و جنیات زمان قطع مردم تابع میشه که کارایی را انجام بدی که خوش جنیات باشه، یعنی کارای کفری را. تابع کردن جنیات 3 قسم است. یکی تابع شدن از جانب الله است، مثل برای سلیمان علیه السلام الله تابع کرده بود، او معجزه سلیمان علیه السلام بود. دوم تابع کردن جنیات از طریق خود انسان است. این دو را داره، یکی مشروع یکی غیر مشروع. گاهی اوقات انسان عبادت زیاد میکنه، تلاوت قرآن کریم زیاد میکنه، بعضی آیات های قرآن کریم خاصیت هایی داره که اگر زیاد تلاوت میشه امو جنیات بسیار تابع میشه و میایه بری تو تابع میشه، کارهای تا انجام میده. اینی قسم اگر از طریق مشروع قرآن جنیات تابع میشه این پروا نداره، اما استفاده غلط از جنیات گرفته نشوه. کسی را آزار دادن، اذیت دادن، خود کلان معرفی کردن، دعوا کردن که من اینی کار انجام داده میتونم، این باز نعوذ بالله معصیت و گناه جور میشه. یکی تابع کردن جنیات از طریق غیر مشروع است. اکثری که در این عصر ما میبینیم مردم ها که براتون خود شیخ جور میکنه و بعد از زمیری پالویش و برات میگه که چیستا ولا خیلی زیاد جادوی سخت سرت شده. ما او روزان براتون گفتم که خوب شد آمدی، 1 ساعت بعد اگر نمی آمدی ختم شده بودی. و اول نام مادری تا پرسان میکنه و تاویزای نوشته شدگی سابقه داره، در خاکستر خوب مالی دشه، فقط یک نام مادری تا او نوشته میکنه خیر و خلاص، باز به دست جنیات میده، جامع میمانه. او قصیده میگه من قصیده میخوانم. در دین اسلام قصیده مسیده وجود نداره قطعا، نه در زمان صحابه، تابعین، پیغمبر علیه السلام و نه در زمان صحابه کسی ادعا کرده که جنیات تابع ماست یا این گپا را گفته باشه یا گفته باشه که ما
چیزی پنهان معلوم کرده میتونیم، یا بری تو گفته باشه که سرت جادو شده. این گپا قطعا نبوده. سر خود پیغمبر که جادو شد، الله تبارک و تعالی آیات روان کرد و سبب گشایش از جادو، خلاص شدن از جادو آیات قرآن کریم شد. ما باید حقیقت دین بدانیم. این شیخای فعلی که زیاد پیدا شده در جای، در ظاهر خود معرفی میکنه که من خیلی متدین هستم. شما اگر ریشه یابی بکنه کدام زنی که همی داواره داره، کدام مردی که داوا داره، حقیقت از یاره که پرسان کنی، اولین زناکار و دزد نمی هسته. شما بدانید که این کارهای غلط میکنه. اینجا اینمی جنیات میایه با این مردم نعوذ بالله کلمات شرک برش بیان میکنه، تعویض شانسایی کنه حتما یک نام یا عجمی یا یک نامی که هیچ معنا نداره موجود است، یا بدوح نوشته میکنه. نوشته کردن یا فرعون و هامان خود شما خودتان دیده، دیگه هیچ چیز وجود نداره، فقط واقع کردن در چی است؟ در شرک است. خب بعد از او امی جنیات چون که ایره در شرک واقع کرده، در بعضی مسائل قطش کمک میکنه، خانه تو را برش معرفی میکنه، اونجا که کدام گپ گفته ای در مجلس او را برش میاره که اینی گپ گفته، تمام اوصاف خانواده و ویلی و ای گپای تا معرفی میکنه برش، گپ خیلی زود رسانده میتونه تا یک جای. جنیات الله قوت برش داده و ما انسان ها را الله مورد امتحان قرار میده که ما عقیده به جنیات داریم یا عقیده به الله تبارک و تعالی داریم. از همون خاطر است در مورد جنیات اینطوری عقیده کردن که جنیات هر کار میتونه، این غلط گپ است. یا دعوا بکنه که ما چی را یاد داریم، علم غیب داریم، این گپ غلط است، پیش تیر کردیم. جنیات علم غیب نداره. خب مردم فریب میده، برای فریب مردم قسم قسم حیله ها میکنه. در زمان قدیم قبل از نبوت پیغمبر علیه السلام جنیات الله این قدرت داده، یکی بالای دیگی خود سوار میشه، بالا میشه طرف آسمان. باز وقتی که بالا می رفتن الله که فرمان میداد که یک کاری در این نظام دنیا انجام داده میشه، ملائک یک جمع در جمع دیگه خبر میده، آسمانی بالا در پایینش، پایینش در پایینش، تا که در آسمان دنیا امی خبر انتشار پیدا میکرد. یک چیزی از او را اینمی جنیات میگرفتن، می آمدن به کاهنا میدادن. کاهن کسی را میگه که دعوای غیب داره، بری تو میگه اینی قدر میفهم که چه قدر زند نصیبیت است و چی کار در پیشی رویت است. این گپایی را به نام کاهن یاد میکنه و این طوری مردم کاهن گفته میشه. در اول امی جنیات هیچ چیز اضافه کردن نه، اما عین گپا که بالا شنیده بودن او را در کاهن پیش میکردن، کاهن به مردم بیان میکرد. واقعیت داشت، چرا که فرمان الله بود که به ملائک تعلیم داده بود. پسانا که خب اعتماد مردم سر جنیات پیدا شد، از همی کاهنا بعد از جنیات گرفتن قطع یک راست 100 دروغ دیگر یک جا میکرد، به کاهنا می آورد و کاهنا اونمو قسم او را نشر و اشاعت میکرد. کاهن کسی است که دعوای چیزی پنهان داره. امی قسم عراف هم امیره میگه. عراف کسی است که دعوا میکنه که من چیزی گم شده را پیدا کرده میتونم، طالع تو را سعی کرده میتونم. آلی در راه ها و سرکا و منطقه خیلی زیاد پیدا میشه به نام تعویض نویسی که در کدام جای است در دین اسلام تعویض نویسی هیچ کدام سند نداره. صحابه گاهی هم خودت تعویض نویس نگرفته، خصوصا اون مردمی که دعوای سید بودن میکنه که ما اولادی پیغمبر علیه السلام هستیم و بعد از او به نام تعویض نویسی را اعلام میکنه. قطعا این مناقض است با پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شریعتش. این مردم در حقیقت اولاد پیغمبر نیست، دشمن پیغمبر است، چرا که پیغمبر بدنام میسازه، پیغمبر نعوذ بالله یک جادوگر معرفی میکنه. اینطور مردم جادوگر در شریعت اسلامی حکمش است که حکمت ای را قتل کنه. اول طلب توبه پیش بکنه، اگر توبه نمیکشه باید جادوگر قتل شوه. این مردم قابل قتل هستند. چرا؟ به خاطری که توهین به دین اسلام میکنه، توهین به پیغمبر میکنه، باز خودم سید معرفی میکنه. شما در برنامه های بیا ببین دیده که همون مردم ها میگفت کسی خود سید کنر میگفت، کسی سید اوپیانو، کسی سید مزارو، اینی گپا را میگفت. این مردم ها لعنت الله سری از یاست، یا سید نیستن یا اولادی پیغمبر نیسته، نعوذ بالله نعوذ بالله، یا پیغمبر توهین میکنه. پیغمبر برای محو امی گپا آمده بود، امی شرک و جادوگری و سحر و ساحری را از بین میبرد، لیکن این مردم پیدا کرده. گپ دایسته که اینمی ساحرا یا اینمی کاهنا اینی کارا را میکنه، اینمی جنیات که تابع میشه برای بعضی مردم توسط رای غلط است. از همون خاطر براتون میگه یک خروس بیار، سفید باشه سیاه باشه رنگایش، میگه چی میکنی آقا صاحب یا فلان صاحب، باز میگه من
ایره چی نوشته میکنم؟ تعویض نوشته میکنم. ما در او وقت خرد بودم، تنها کتاب فقه را خوانده بودم، دیگه چیزا نخوانده بودم. باز چیسته والدیم روان کرد پیش یک آقا، میگه برو همشیریت مریض است و یک تعویض بیار. ما که اونجا رفتم گفت جان آقایش یک دانه خروسی سفید بیار. که با ما گفتم چی میکنی آقا؟ گفت ایره نوشته میکنیم تعویض سرش. در فقه خوانده بودم که خون چی است؟ نجس است. باز ما گفتم آیات قرآن قطعی نجاست چطور نوشته شود؟